سهراب رحیمов یکی از داورانی خیلی معروف و با استعداد در جمهوری تاجیکستان که مسئولیت بیشتری مراسم قرعه کشی و تقدیر رقابت‌های بحث برانگیز به دوش همین چهره واگذار است. ما توجه میکنیم به سرور عبدالشکورов که سرور در این مرحله البته با خلعت سفید به میدان میبراید، تحت رهبری رزق‌الدین رجبov تمرین میکند و حریف او قیمزاده ابو مسلم تحت رهبری رؤوف حکومتov مشق ورزی میکند. بسیار هم براستی در سطح بلند کسبی همه وخوری ها جریان دارند. این کاخ محتشم و ترتیب برگزاری این ایکاس و در مجموع همه در سطح خیلی بلند با مانند همان مسابقات گراند پری، گراند سلم، حتی همون درجه مسابقات قهرمانی جهان. تنها یک نگاه، یک نظری که بیننده احساس میکند این هم بدون مخلص صورت گرفتن رقابت هاست که باعث تأسف و اکنون این روزها هم البته پشت سر می شوند و ما رو باز هم موفقیت ها و روزهای آفتابی در پیش است که البته سبب این رو هم علاقه تمام مردم جهان می دانند. و توجه میکنیم اکنون به رقابت هر دو پهلوان. عبدالشکورov در عملی به این پهلوان البته این حرکت نیست که چنین زود داور دست خود را با همان اشاره نشان دهد، اما من فکر میکنم در این روند یک لحظه جالبی بحث برانگیز بود. از فیروز بختی بیکوف، از کامران نارزاده خواهش میکنیم البته در این جریان که یک لحظه به همون حالت تکراری توجه کنند. ابتدا عملی پهلوان، اما نظر من اگر به دوباره هم باشد ابتدا ورزشگر خیلت سفید داشته حرکت رو انجام داد، نیست امتیاز. وزری اکنون در این روند به حرکت این معنای آن را ندارد که پهلوان به تخت پوش بود. پرتافت این پهلوان کتفش الکی در زمین بود و عبدالقیوم زاده ابو مسلم در این روند چه حالتی که اینجا باز اگر تقدیری رقابت رو ما میتوانیم که بعد چند فرصت باز با هم ببینیم. بسیار هم چسب و تلاش مبارزه پهلوانان. ابو مسلم این چهره که مربیش رؤوف حکومتov است، براسی اندک فرصت نگرانی بود. حالا وقت هست که ما به این موضوع برگردیم. ابو مسلم باز هم در ادامه مسابقات توجه و بیشتر هم رجوع دارد برای همین لحظه های جالب و جاذب. داور یک اشاره کردن، من فکر میکنم بعد این عمل البته به این نقطه برمیگردیم تا این حالتی که پرتاف رو چگونه نشان دادن. ابو مسلم بسیار توجه کرد، اما بسیار حالتی مشکل را سرور عبدالشکورov برطرف کرده توانست. عبدالشکورov رقابت را در زیرگروهی بی آغاز کرد در دور اول و چهار مبارزه را تا این مدت انجام داد. باز هم تلاش پهلوانان در مرحله نهایی وزن تا 60 کیلو ادامه دارد. اکنون وقت هم نصف شد، 2 دقیقهش سپری گردید. شیدو با ابو مسلم قیمزاده
ورزشگر خیلاتی کبود داشته بسیار هم جرأت و حرکت‌هایش در آغاز دقیقه دوم و سوم هم بهتر شد. سرور توجه میکند که در این مورد باز کاری را به نفع خویش انجام دهد. سرور از بالا داشتن البته مساعد انا همان لحظه می شود که سرور کمربند را هم باز دقیق تر دارد. با ترتیب لباس های ورزشی داور هم باید اعتبار دهد که البته خلعت ورود همون کمربند باشد که در حالت حمله حریف مشکلی به وجود نآید و برابری اینجا چه طرز و ترتیبی که خلعت سفید داشته این ورزشگر لباس های خود را همون طرز درست کردن. به همین خاطر حملکت باز هم یک طرفه داشتن برای عبدالمسلم باز هم تنقیصی بسیار را آورد، اما با این نگاه نکرده عبدالمسلم در حقیقت هم جسارت نشان داد و زحمت های رؤوف حکومت براسی ثمر آورد و این چهره توانست که در مبارزه امروزه موفقیت را در وزن تا 60 کیلو به دست آورد. بسیار هم مبارزه جالب، تلاش پهلوانان و محض در همین لحظه که ابومسلم قیومزاده یک حرکت جالب را هم سریع وقت انجام داد و برنده مدال طلای وزن تا 60 کیلوگرم شد. البته برای ورزشگر دیگر از این خرسندی چیزی دیگری نیست. زحمت چندین ساله مربی و خود پهلوان هم به توجه میکنیم به یک لحظه که ما این حالت آخرین است، فرصت آخرینه که به ایپان تبدیل یافت و در این روند از عکس العمل هم پهلوانی خلعت کبود داشته ابومسلم قیومزاده خوب استفاده کرد و ببینید چگونه حلوق رو از داخل و انا همین فرصت مناسب یک باره پای رو چون حلوق کرد و قسمت بالایی بدن رو فشاری چون فرقت مبارک قدمов حالا این ورزشگر بعدی چندی اندری میدان خواهد شد که انور شنبه‌یوف دیروز هم به ما اطلاع دادن و پیش از آنه که اینجا ما رقابت های دیگر رو به شما منظور کنیم، مراسم جایزه سپاری بهترین های وزن تا 60 کیلو برگزار می شود. مراسم جایزه سپاری در وزن تا 60 کیلو صورت میگیرد. رحمانزاده عبدالله قربانعلی رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و همچنین رئیس فدراسیون گوشین جودوی مملکت نورالله لایقوف به غالبان مدال و افتخارنامه تقدیم می‌سازند. سعدی صابرزاده و همچنین محمد صالح قوت و برندگان مدال های برنجی این وزن شدند. سرور عبدالشکورов صاحب مدال نقره گردید. رزق‌الدین رجب البته تمرین رو در پرتر اونقدر در سطح ضروری سامان نداد که سرور عبدالشکورov در این دیدار پیروز گردد و البته پیروزی نصیب عبدالمسلم قیومزاده که در روند تمرین های رؤوف حکومتov بیشتر تاب آورد و این ورزشگر امروز برنده مدال طلای وزن تا 60 کیلو گردید. کامیابی این چهره ها رو البته ما تبریک میگوییم. امیدواریم که اینها البته به هیئت منتخب جودوی کشور شامل میشوند و در آینده هم برای معرفی تاجیکستان صاحب استقلال از این هم دوچند مهنت میکنند و به دریافت مقام های افتخاری شرفیاب خواهند شد. توجه میکنیم البته به نیروسنجی این انا همان لحظه موفقیت ابومسلم در دور
финали буд ки паҳлавон чӣ гуна аз иштибоҳи сарвар истифода кард. ана ҳамин лаҳзаи мусоидро дарёфту сазовори медали тилло шуд. ташаккур ба гурӯҳи техникӣ ҳам дар ин раванд.